شب 12. کتاب وقت تنهایی. حمام. اهمیت امتحان کردن چیزهای جدید. برای اینکه خود را خلاقانه بازسازی کنید و رشد دهید، باید به آن سوی مرزها بروید و تا حد امکان به دنیاهای بیگانه روی خوش نشان دهید. حسین چالیان، طراح مد. بحث حمام پیش آمد. نیویورک که بودم، دوست دائم السفرم جان گفت حتما برو، حتما. واقعا باید بروم. دلم میخواست معماری حمام را ببینم، ولی دلم نمیخواست مشت و مالم بدهند. خیلی اهل چشمه آب گرم رفتن و حمام نیستم. علاوه بر این، آثار مارک توین را که همیشه عشق حمام ترکی را در دل میپروراند خوانده بودم که در سفرنامه طنز قرن 19 خود، ساده دلان در سفر کشتی، در وصفش نوشت آرامشش، ادویه‌های معطرش، موسیقی فواره‌ها که کپی برابرست ترنم باران تابستان است و عاقبت قسمتش شد که به حمام ترکی برود. لخت و عور نشسته بود و صابون در چشمش رفته بود و مردی بیرحم با دستکشی زمخت و زب به جانش افتاده بود و سر تا پایش را کیسه کشیده بود. توین نوشت سخت به دستکشش فشار می آورد و زیر دستکش استوانه‌هایی مانند ماکارونی قل می‌خورد. قطعاً چرک نبود، بسیار سفید بود. زمانی طولانی پوست و گوشتم را به همین ترتیب کند. آخر سر گفتم چه کار ملال‌آوری، اینطوری که ساعتها طول می‌کشد تا به اندازه دل خواهد در بیایم. من از جایم جم نمی‌خورم. برو یک رنده دانه درشت قرض کن و بردار و بیاور. بدین ترتیب رویای توین از این خلسه شرقی به واقعیت تبدیل شد. همچنین رمان نویس ایتالیایی ادموندو دامیچس هم در عالم واقعیت به حمام ترکی رفت و 10 دهه بعد از توین هشدار داد قبل از رفتن به حمام ترکی حتما از خودتان بپرسید چقدر جان دارم، چون همه جان رفتن به حمام ترکی را ندارند. دامیچس را که کیسه می‌کشیدند پیش خودش میگفت نباید من هم مقابله به مس کنم و چک و مشت بزنم و تا آنجا که میتوانم از خودم دفاع کنم. بدیهی است که توین و دامیچس اینها را برای خنداندن مخاطبانشان نوشتند، اما همین حکایات با اینکه آشکارا اغراق است باعث شد این سوالهای منطقی در ذهن کسی که اهل چشمه آب گرم رفتن نیست جان بگیرد. کیسه کشی مدرن چقدر درد دارد، آب چقدر سرد است، چند نفر مرا برهنه می‌بینند و تا چه حد باید لخت شوم. اما روزهای قبل از پروازم به استانبول این سوالات و موارد بی اهمیت دیگری تحت شعار ایمیل های وزارت امور خارجه قرار گرفت که در صندوق ورودی ایمیلم فرود آمدند. متن یکی از این ایمیل ها این بود: مطلع باشید که احتمال فعالیت های تروریستی بیشتری در مناطق شهری و توریستی وجود دارد. این ایمیل درست بعد از عملیات جبهه آزادی بخش انقلابی خلق یا DHLAKBC آمد. این گروهک مارکسیستی ساختمان کنسولگری در استانبول را به رگبار بستند. در ایمیل نوشته شده بود ممکن است تروریست ها حملاتی پیچیده را یکی پس از دیگری انجام دهند. 1 سال قبل راهنمای سفر استانبول را محبوب ترین مقصد مسافرتی جهان معرفی کرده بود. استانبول پایتخت امپراتوری روم شرقی و امپراتوری عثمانی بود. استانبول سرزمین بوسفور، مسجد آبی و بازار بزرگ است و پس از اینکه سالها آرزوی سفر به استانبول را داشتم، بالاخره داشتم به آنجا میرفتم. کم و بیش ایمیل های وزارت خارجه آمد. آن را جدی گرفتم. اما در این حال هر کسی که در شهری بزرگ زندگی می کند، نیویورک، پاریس، استانبول، می داند با اینکه حملات اتفاق افتاده و ممکن است اتفاق بیفتد، زندگی روزمره کم و بیش آرام است. تابستان 2015 شرایط سفر به استانبول جور شد. شوهرم که اون موقع هنوز دوستم بود میخواست برای دیدن همکارانش به استانبول برود و من هم ماه‌ها برای سفری تنها به استانبول برنامه‌ریزی کردم و به این سفر فکر کرده بودم. وقتی ایمیل های وزارت امور خارجه رسید آنها را با دقت خواندم. ایمیل ها خطاب به شخص خاصی نبودند، فقط به آمریکایی‌ها توصیه می‌کردند مراقب باشید. سوار هواپیمایی به مقصد ترکیه شدم. ترکیه‌ای که روزها و شب‌های تابستانش رخوت‌انگیز و مثل کارت پستال بودند. همه گوشت‌ها و خوراکی‌های خوش‌طعمی را که روی میز می‌چیدند می‌چشیدم.
و همینطور که به پل‌های چراغانی شده آن سوی بوسفور زل می‌زدم، آبجوی خنک را مزه مزه می‌کردم. در خیابان استقلال پشت سر تراموای قرمزی که آهسته می‌رفت و جوانی با کفش نایکی از عقبش آویزان بود، پیاده راه افتادم. سری به مغازه‌ها و پاساژهای مجلل مثل آک مرکز زدم. روی پشت بام آک مرکز تاپ، صندلی تاشو، میز تنیس و غرفه‌های کوچک شبیه خانه برای گفتگوی دور از جمعیت بود. از سربالایی پارک اولوس بالا رفتم تا به کل بوسفور مشرف باشم. کنار خانه‌هایی که در آب ساخته شده بودند قدم زدم و در این میان بستنیم خیلی سریع آب شد. یک روز صبح بعد از صرف قهوه ترک و کروک مادام سوار تراموا شدم و به شهر قدیمی رفتم و به پله‌های حمام چمبرلی تاش نزدیک شدم. بالای در ورودی نوشته شده بود: معمار سینان در 1584 این بنا را ساخت. دور از سیل مشتریان ایستادم. واقعا لازم است کارهایی را که دوست نداریم یا در موردشان تردید داریم انجام دهیم؟ همانطور که روانشناسانی به نام رابرت بیسواستینر و تاد بی کاشتن در ژورنال سایکولوژی تودی نوشتند، علم نشان می‌دهد فعالیت‌هایی که در انجامشان تردید داریم یا ناراحتیم برخی از به یاد ماندنی ترین و لذت بخشترین تجربیات زندگیمان را رقم می‌زنند. قطعاً این تجربیات به یاد ماندنی اند، اما آیا واقعاً لذت بخش هم هستند؟ محققان دریافتند که افراد شاد و کامیاب به طور شهودی می‌دانند خوشبختی پایدار فقط حاصل انجام کارهایی که دوست داریم نیست، بلکه مستلزم رشد و ماجراجویی‌های فراتر از دایره راحتی‌مان است. به گفته محققان، افراد شاد کنجکاوند. کاشتن در کتاب راهنمای روانشناسی مثبت‌گرای آکسفورد توضیح می‌دهد که بدون کنجکاوی نه خودمان و دنیا را می‌شناسیم، نه پی معنای زندگی می‌رویم و نه زیبایی و زیبایی شناسی را درک می‌کنیم. حتی وقتی نتیجه چیزی نیست که انتظار داشتیم، باز هم برای ما خوب است که سعی کنیم چیز جدیدی را تجربه کنیم. همونطور که لیوبو نوشته است، اینگونه احساس می‌کنیم از آن آدم‌هایی هستیم که دست به عمل می‌زنند. همچنین گفت تجربه چیزهای جدید باعث می‌شود اشتیاقمان برای ریسک کردن در آینده افزایش یابد. این ریسک‌ها حتما نباید بزرگ باشند. او دریافت خارج از دایره راحتیمان از مسیری متفاوت به سر کار برویم یا با همسایه جدیدمان آشنا شویم. از چیزی که به آن اعتقاد داریم دفاع کنیم. مهم است، زیرا به دنبال فرصت‌ها می‌رویم. توانایی‌های خود را کشف می‌کنیم و به جای اینکه افسوس بخوریم که کاری نکرده ایم، سیر زندگیمان را خودمان مشخص می‌کنیم. از پله بالا رفتم و به تابلویی رسیدم که نشان می‌داد در قرن 21 در این حمام چه انتخاب‌هایی پیش رویمان است. سبک سنتی. در لاک 15 دقیقه شما را کیسه می‌کشد و بعد خودتان می‌توانید دوباره حمام کنید و تا هر وقت دوست دارید روی سکوی مرمر استراحت کنید. 2. سبک لوکس. شامل 15 دقیقه کیسه کشی بدن با همراه 30 دقیقه ماساژ با روغن است. و پس از آن خودتان می توانید دوباره حمام کنید و تا هر وقت دوست دارید روی سکو استراحت کنید. 3. سبک سلف سرویس. خودتان حمام می کنید و تا هر وقت دوست دارید روی سکوی مرمر استراحت می کنید. کتابچه راهنمایی که در خود حمام بود توضیح میداد کیسه کشی خوب باعث کم شدن استرس می شود، پوست را جوان و نرم نگه می دارد، درد عضلات را کاهش و به گردش خون و هورمون شادی را افزایش میدهد. حاضر بودم هورمون شادی رو فدای گزینه‌ای بکنم که در آن اثری از کلمات کیسه کشی بدن نباشد. فقط یک گزینه پیش رویم بود: سلف سرویس. گزینه‌ای که راهنمایان تورهای مسافرتی همیشه مسافران را از انتخاب آن برحذر می‌دارند، چون کسی نیست که یادمان بدهد چه کنیم. وقتی مثلا سراغ پرش از ارتفاع می‌رویم، نبود راهنما و دستورالعمل ممکن است خطرناک باشد. اما حمام کردن مگر چقدر میتواند پیچیده باشد؟ علاوه بر این، چمبرلی تاش حمامی کلاسیک است، ولی خیلی باب میل توریست هاست. یک نسخه از مجله تایم آوت استانبول که در اتاقم در هتل بود میگفت
این حمام و حمام‌های مثل آن نسخه ملایم‌تر حمام ترکی هستند. فهرست خدمات به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی نوشته شده بود. همچنین تابلوی نصب کرده بودند که جواب‌هایی روی آن نوشته شده بود. سشوار هم دارید؟ بله. 60 لیر دادم و همان دم پشیمان شدم. چون کارت قرمز بزرگی دستم دادن که رویش نوشته بود سلف سرویس. همچنین یک کلید، یک حوله راه کوچک و نازک که به آن پشتمان می‌گفتند، یک کیف کیسه‌ای برقی که یک لباس زیر سیاه داخل آن بود تحویلم دادند. زنی به طبقه بالا اشاره کرد. رد انگشتش را گرفتم و نفسی راحت کشیدم که با اینکه علامت بزرگ و قرمز سلف سرویس دستم است، باز راه و چاه را نشانم می‌دهند. چند ثانیه نگذشته بود که اتاق رختکنم را ناخواسته رد کردم و اشتباهی از یک عالمه پله بالا رفتم. زن دیگر مرا به پایین برگرداند و در راه از کنار زنی که پشتمان دور خودش پیچیده بود رد شدم. خیلی خوب شد چون فهمیدم باید با پشتمال خود چه بکنم. تابلو سوالات تکراری دقیقاً میگوید چه کار باید بکنیم. منظور مترجمو نمیفهمم. ولی آنقدر حواسم پرت بود که وقتی به تابلو نگاه کردم آن را نخواندم. تابلوی سوالات تکراری متوجه نمیشم، ببخشید. کاش حذف میکردم. راهپله چوبی رنگ پریده و رختکن‌ها ساده با زیبایی طبیعی بودند. داخل یکی از رختکن‌ها تا توانستم بدنم را با پشتمال پوشاندم. خیلی از بدنم بیرون ماند. بیرون آمدم و لباسهایم را در کمد گذاشتم و رد انگشت زنان فراوانی را که حوله دور خود پیچیده بودند و جرعه چای می نوشیدند و منتظر سرویس مانیکور و پدیکور بود گرفتم تا اینکه به اتاقی کوچک رسیدم. سکوی بزرگ و گرم کجا بود؟ گنبد کجا بود؟ سرم را برگرداندم که از کسی بپرسم، اما هیچ کس نبود. شاید کسانی که سلف سرویس انتخاب کرده بودند باید به جای دیگر حمام محقری می رفتن. دوشی بود و اتاقی کوچک که تخت ماساژی داشت. باید چه کار می کردم؟ اصلا چرا سلف سرویس را انتخاب کردم؟ متوجه در چوبی بزرگی شدم و پیش خودم گفتم شاید دارن آن طرف زنی را به طور خصوصی ماساژ میدن یا شاید حتی مردی را. همینطور ایستادم و به در نگاه کردم. سعی کردم با قدرت ذهنم یک نفر را وادارم که از آن در بیرون بیاید، ولی فقط حوله به تن کلی از وقتم را تلف کردم. عاقبت به آن سوی در رفتم. بخار، پژواک ریختن آب. اتاق داغ را پیدا کردم. ستونهای بلند گنبدی وسیع را نگه داشته بودند. در مرکز اتاق سکوی بزرگ مرمرینی بود که به آن گوبکتاشی میگفتند و مشتی زن روی آن دراز کشیده بودند. اما حمام جادویش را به این سکو یا حتی ستونهای بلند و سفیدی که مثل درختانی سنگی بودند مدیون نبود. جادو شیشه های پراکنده بود که پنجره های گنبد بودند و چشم فیل خوانده می شدند. پرتوهای مه‌آلود و طولانی آفتاب از این شیشه ها به حمام می ریختند و تا سکوی مرمر پایین می آمدند و روی بازوها و پاهای برهنه می افتادند. درست همونطور که نور خورشید از لابلای درختان بر کف جنگلی پر از درخت می افتاد. داشتن چند زن را کیسه می کشیدند. به نظر نمی رسید خیلی محکم کیسه بکشند. زنی نزدیک در تاق‌باز دراز کشیده بود و پاهایش از سکو آویزان بودند. یک دستش را که داخل لیف بود روی سینه‌اش گذاشته بود. درست نمیدانستم باید قبل از دراز کشیدن روی سکوی مرمر خودم را در یک از اتاقک‌ها بشویم یا بعد از آن. شاید هم قبل و هم بعد. آنقدر مشتاق تحقیق درباره تاریخچه حمام بودم که اصلاً چیزی درباره زمان حال نخواندم. تصمیم گرفتم هم قبل از دراز کشیدن خودم رو بشویم و هم بعدش. هرچند بعدم فهمیدم بهتر است اول عرق کنی و سپس خودت رو بشویی. بعد از اینکه خیلی سریع خودم رو شستم، پشتمالم رو بین دو زن پهن کردم و رویش کش آمدم. گرما از زیر سنگ مرمر بالا می آمد. از حوله می گذشت و به پشت بازوهایم می خورد. شانه هایم که در نیویورک معمولا تا گوشم بالا می آوردم
به سنگ فشار دادم و به بالا نگاه کردم. درست انگار زیر آسمان شبی مه‌آلود بودم. گنبد دور ستاره‌های 6 گوش حلقه زده بود. بخار و گرد و غبار در پرتوی نوری که روی ما می‌افتاد شناور بود. چشمانم را بستم و به پچ‌پچ‌هایی که به گوش می‌رسیدند و به پژواک‌های ضعیف گوش دادم. حس می‌کردم قرابتی با زنان دیگری روی سنگمرمر دارم. ذهنم به بعد از ظهر تابستانی نزدیک رودخانه دلاور پرواز کرد، به وقتی که حدوداً 20 ساله بودم و نسخه‌ای از اعمال متفاوت و شورش روزانه گلوریا استاینم را در پاورقی آمده. گلوریا استاینم از رهبران اصلی موج دوم فمینیست در آمریکا در دهه 70 و 80 میلادی بود. به وقتی که حدوداً 20 ساله بودم و نسخه‌ای از اعمال متفاوت و شورش روزانه گلوریا استاینم را در کتاب فروشی دست دوم پیدا کرده بودم. نام فصلی از این کتاب در تمجید اندام زنان است و با این سوال آغاز می شود: از آخرین باری که چند روزی در معیشت صمیمانه خانم‌ها بوده چقدر می‌گذرد؟ با آنها لباس پوشیده باشید و لباس درآورده باشید، با آنها صحبت کرده باشید، با آنها دوش گرفته باشید، با آنها استراحت کرده باشید. از آن معاشرت‌های بی‌قید و بندی که انگار بیشتر میان مردان متداول است. در خصوص خودم راستش سالها از آخرین باری که با زنها بودم می‌گذشت. استاینم طرفدار این بود که زنان در موقعیت‌های گوناگون بدون هیچ حجب و حیایی با هم باشند. طرفدار این بود که زنان برای بودن با بدن خودشان و بدن دیگر زنان بدون حضور مردان وقت بگذرانند. چشمانم را باز کردم و دور و برم را نگاه کردم. زنها روی شکمشان دراز کشیده بودند و دلاکانی با سطل آب و صابون آنها را لیف می‌کشیدند. بعضی‌ها دلاک نداشتند و زیر طاق خودشان را می‌شستند. بقیه روی سنگ مرمر گرم لم داده بودند. به نظر می‌رسید کسی کاری ندارد دیگری چه می‌کند، چه برسد به اینکه نگاه کند ببیند بقیه چه شکلی هستند. نشستم، پاهایم رو روی لبه سکو تاب دادم و قدم زنان به اتاقک شستشو برگشتم. دسته روی شیر آب را چرخاندم. کمی آب داغ را باز کردم، سپس آب سرد را. مجموع این دو را در یک کاسه مسی زیبا چرخاندم. کاسه را بالای شانه‌ام بردم. صدای آبی که کاسه فلزی را پر می‌کرد. وزن کاسه در دستانم. بردن کاسه بالای سرم و ریختن آب روی شانه‌هایم به جای ایستادن زیر جریان ثابت دوش حمام مراسمی بود که همزمان هم باستانی بود هم جدید. کاسه را دوباره پر کردم. دانشمندان علوم اجتماعی دریافتند تجربه‌های جدید بیشتر از اشیاء جدید ما رو خوشحال می‌کنند. یکی از دلایلش این است که تجربه‌ها برخلاف اشیاء مادی مانع پدیده روانشناختی عادت به لذت‌ها و رنج‌ها می‌شوند. می‌توانیم خیلی سریع به هر چیزی که برایمان اتفاق می‌افتد عادت کنیم و به سطح شادی معمول خودمان بازگردیم. با اینکه این توانایی ابزاری قدرتمند برای بقاست، ممکن است عادت کردن در زندگی روزمره منجر به کسالت شود. همین که به دستبند جدید خوب بگیریم، لذت داشتنش محو می شود. اما برای مثال، سماع درویشان چیز معمولی نیست که به آن عادت کنیم. حتی اگر هر روز ببینیم، رقصشان هر روز با روز دیگر فرق دارد. همچنین کمتر احتمال دارد که تجربه‌های خود را برخلاف دارایی‌های مادیمان با تجربه‌های دیگران مقایسه کنیم و به نوبه خود باعث می‌شود دنبال چشم و همچشمی نباشیم. البته تجربه‌های جدید و امتحان چیزهای جدید به طرزی جادویی موهبت اعتماد به نفس را به ما اعطا نمی‌کنند، اما آغاز راه کسب اعتماد به نفس است، زیرا به خودمان نشان می‌دهیم می‌توانیم. به ما توانایی می‌دهند که به پشت سرمان نگاه کنیم و بگوییم من آن کار را کردم. خودمان مصداق موفقیتیم و دیگر لازم نیست کسی برایمان حکایت و مثال بیاورد. سازمان اتوباردبان که در 1941 تأسیس شد، برنامه‌های آموزش در طبیعت و حیات وحش و برنامه‌های دیگر را عرضه می‌کند و بدین دلیل معروف است که به شرکت کنندگان فرصت تنها بودن می‌دهد. فرصتی در اختیارشان می‌گذارد که تنها باشند
و درباره سفری که تازه تمام شده است تأمل کنند. این سازمان گفته است تنها بودن برای بسیاری از دانش آموزان برجسته ترین نکته تجربه است. پس از اینکه دوره آموزشی تمام می شود، دانش آموزان گزارش می دهند که به سطح بالاتری از اعتماد به نفس و عزت نفس رسیدند. وقتی داشتم بعد از اتاق داغ به کمد لباس برمیگشتم کرخت بودم و بدنم سرشار از آرامش. زنانی که در راه می دیدم لطیف به نظر می رسیدند. لباسهایم را برداشتم و داخل یکی از رختکنها رفتم. پوستم درخششی روحانگیز نداشت، اما عوض شده بود و پوستهایی را که در آن زندگی می‌کنیم می‌ستودم. این را منظور خانم مترجم رو نفهمیدم. وقتی بیرون آمدم زنی به سطلی اشاره کرد. حوله را داخل آن انداختم و به شهر بازگشتم.